امروز قراره با هم دیگه بریم کلوب، ولی رقابت من و مهدی یه رقابت معمولی نیست. بازنده قراره که معجون مرگ رو بنوشه. پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید. داشت مهدی حوصله‌مون سر رفت. داشت رو چه کار کنیم؟ نمیدونم. بریم کافه. نمیدونم. بریم رستوران. نمیدونم. بریم گینه. بازی کن دیگه. استوب داره مگه؟ نایف نمیخوام. نایف بیام بیا. نه بدش کن مگه. کی داره تیم میزنه؟ برسام مثل سگ کشتم. نکن هر کلی که بگیرید 3 تا حساب میکنم. 3 تا. جان بیا تو. بیا بیرون. وای بمیر. نوکرتم تا الان 2-0 منو بزنیم چیم 3-2. تفنگامون بده. بابا در این منو مردی رو بازی من برای چیکار کنیم؟ گوش کن به من. وسط زمین اونجا وای نست کم باشه. مشکل داره که نوکرتم شاتگانتم گرفتم. بابا ببین آره مجازات داره؟ مجازات داره؟ آره. چندی؟ 3-0 3 دست برد. بعد ما الان هر یه دونه بزنیم چند دست میشه؟ هر یه دونه ای که بزنی 3 تا حساب می‌کنه. خیلی بازی نامنصفانه است خدا وکیل. دلم براتون سوخت. زدمش نه بزن بیا مجازات گوش کن من واسه این باختم که نگن این اومده ضعیف کشی کنه. خب اینو از الان بگم من نیومدم ضعیف. باز کلا حالا اومدم یه اشتغالی هم بدم به این. دیدی آخر شبیه رول مدت پیشماتش کردم. دقیقه 80 به بعد با هوا این شیت چیه؟ الان یه مجازات به من بده. آخه من به تو و ایشون رحم کردم. اعتراف کن. رفت Tratar. Sos سفید. sos سفید. به سرطان. عجب چیزشی. اینو بگی. خیلی گوهکاری هست. مخلوط قهوه سس. خدا من یه قلاب بیشتر نمیخورم از این. من خالی نمیخورم. من سس میخورم. مزهش هیچ. تو اینو بکن. چه سرطان؟ اینجا همیشه سس قرمز بخوریم. بکو میگه بکو. مزه سرطان میداد. بچه‌ها واسه ویدیو بعدی مجازات خود زر میزن. خدا وکیلی سرطان بود دادی به من خوردم. من همینجوریشم قهوه رو نمیخورم. سس گوه میداد. نوش جونه گوارای وجوده. دوستان عزیز ایشون داره میگه که با 60,000 تومان میخواد 3 تا سیب زمینی سرخ کرده برامون پیدا کنه. چی جوری؟ اینجوری همینجا. با موجود نیست. همه شما نه. بس نباش. کجا داری میری باز؟ سلام مهدی. سلام. بس نباش. عدد. نودل بخوری؟ خام. آره من اوکی نخوره. برو. سلام. دردون رفرین. منو نگاه کن. به به منم میدی؟
یه گاز بدن چی آخه؟ گاز بدن حرف نزن. نه اصلا مزه نداره قانون ستانیه. اینو بگی نه اینو نصفش بر تو نصفش بر من تو بزرگی بر دردون فیلم من نداره من نداره بابا پوچیش رفت تو چشم. آره خلاصه من مجازات تموم شدم نودل خامم هم خوردم و قهوه اسپرسو با سس کچاپ بهش دادم. کانترش هم بازی کرد. الان داره میره تو دیوار اشغال میکنه. دیگه نمیخوام بگم ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید. دیگه خودت حمایت کنید بریم بالا دیگه. ولی واسه ویدیو بعدی مجازات کاش میشد زمین گفتی بگم من ترجلم مخبی داری با من با آگی نکردم